شما اولین بارتون امتحان میکنید؟ بله. من نمیدونم، من یه مقدار منم اولین بارم ولی مطمئنم قبول میشم چون استعدادم خوبه برای بردن. شما آقا تا حالا رانندگی کردی؟ بابا من راننده‌ام، همینجوری اومدم امتحان بدم دیگه. چی حالقه هول شدی تو؟ میترسی رانندگی؟ من تا حالا ننشستم پشت آخه رانندگی ترس نداره، میشینی پشت روشن میکنی میری دیگه. از چیش میترسی؟ از کجاش میترسی؟ نمیدونم، بیشتر میتونی واسه من توضیح بدی؟ عزیز من میشینی پشت ماشین میندازی، یک میری، دو میری، سه، برو تو. اصلا فکر نکن افسر نشسته بغلت، برو بگازون برو. ترس نداره رانندگی. شما چرا اینقدر میترسین؟ کنسرت باشه. الان میاد، من قبل از تو هم دیگه، ببین نگاه کن یاد بگیر. من یه لحظه رانندگی کنم. من میشه آقا من آخر هستم. تو آخر باش، منو ببینی اصلا رانندگی یاد میگیری. من دستامم میلرزه. نه من عجله دارم، خودم سریعتر اگه اجازه بدین. باشه آقا، من آخرین نفر. آقا بعد شما با من تو چی با من دیگه چیکار داری؟ الان میاد با من نگاه کن، فقط به من نگاه کن. خودشو اومد. سلام. آسمان خوبه؟ آقای نادر سلیمانی. بله من هستم. آقای رادش. بله منم. آقای شفیعی. بله. آقای عطاران. بله. سوار. من میشینم اول کی بشینه؟ چی اول بشینه؟ آقای عطاران سوار شن. آقا این درم بلد نیست باز کنه. ببین گفتش اینجاست. گفتش اونجاست دیگه، باز میشه دیگه. ماشین سوار نشدی تو؟ باز نمیشه. ای بابا بیا. در ماشینم بلد نیستم باز کنم. برو بشین. برو از سوار شم. سلام. روشن کن. پام پیشون خیابون اولی. پام درد میکنه، ایرادی نداره. به من مربوطی نیستش. روشن میکنیم بیری تو خیابون بغلی. بله. خب اول ترمز دستی. بعد رضا عطاران. بله. روشن کن. نه دیگه روشن نکن. شما ردی. 3 ماه دیگه. نفر بعدی. روشن کن. واسه که تو اومدی برو پایین. ردی برو پایین. ببینم. ببخشید برو پایین. یه بار دیگه. گفتم برو پایین. یه بار دیگه. نمیخواد. برو پایین. نفر بعدی. برو پایین. من که روشن نکردم که. آدم با سر میاد تو ماشین. برو پایین ببینم ردی. خب چه فهم میکن؟ برو پایین. هنوز نمیدونی چجوری آدم سوار ماشین میشه. برو پایین ببینم. نمیدونم تصدیق برای چی میخوام. بفرمایید شما بفرمایید. آقای نادر سلیمانی. بله من هستم. روشن کن. برو تو خیابون اولی، بعد اونجا پارک کن. سنگچین. روشن کن.
کنم